حسن کنفرانس بحث شد و در این کنفرانس ما برقرار برای این خواهیم بود که تصویری از شعبه‌های آینده رو بانک ما یه بانک دیگری بیایم با هم سرمایه گذاری کنیم و راجع به بانک فردا و سرمایه‌گذار برای فردا با هم مشترکاً به یک جنگ برسیم، به یک برای تحقیق کنیم، چون بانک پیشرفت امروز دنیا هم بانک 10 سال آینده ما احتیاج به تفکر داریم برای بانک فردا. بانک فردا این بانکی که من و شما داریم من توی فرض می‌کنیم و می‌شناسیم نه. اگر میگیم تعریف کنیم شغل یعنی فضایی خدمات بانکی رو از طریق این فضایی تنجه کنیم. مشتریان بانک با بهترین نرخ یعنی با کمترین هزینه بیشترین امنیت ارائه طراحی شعبه دیگه یه مفهوم دیگه بود. بعضی جاها شعبه فیزیکیه، بعضی جاها شعبه ATM سیاره. منتخبشون هستیم تو بانک مرکزی. ببینید یک شعبه